عجب پیکنیکی شد. تا ویدیو بعدی قربان. یا ابوالفضل سلام، چطورید بچه‌ها؟ خوش اومدید به یه ویدیو جدید که توش قراره آشپزی هم بکنیم. یه کداماتون تو کامنت به من گفته بودید که اگه میشه یه اجاق گاز هم درست کن. حالا اجاق گاز که نه، ولی خب یه پیکنیک کوچولو میتونم درست کنم. پس اگه تو هم میری داخل طبیعت و موقع غذا درست کردن به مشکل میخوری یا میخوای قلیون بکشی و نمیدونی زغالش چجوری سرخ کنی، بهت پیشنهاد میکنم این ویدیو رو حتما ببین، چون یاد میگیری که چجوری یه پیکنیک کوچولو مسافرتی خوشگل درست کنی. تولد پیکنیک کوچولو ما از اینجا شروع میشه با 2 تا جانوشابه کوکاکولا. پس بدوید سوپری محل 2 تا از اینا بخرید بخورید، بدوید بیاد که کار داریم. اول باید ته جانوشابمون رو ببرید، تقریبا 4 سانت از این پایین بگیرید تا اینجا یه علامت بزنید. از یه جا به جانوشابمون ورود میکنیم و از اونجایی که علامت زدیم میبریم. بعد از اینکه جانوشابمون از کمر ساقط کردیم، باید یه کاری کنیم که این یکی بره داخل این یکی. پس با دهن باریک اینجاشو میگیریم و هی اینجوری تا میکنیم که سایزش کوچیک‌تر بشه و بره داخل اون. دقیقاً یه همچین چیزی. حالا وقتی که اینو بیارید ببینید که راحت این یکی داخل اون یکی فرو میره. فرو برو دیگه، زایمون نکن. آها میره، ولی سخت میره، یه ذره باید کرم بریزی. چه باحال شد. حالا با ماجیکمون چند تا علامت مساوی این ور اون ورش میزنیم، چون باید این علامت ها سوراخ بشن تا بتونه از توشون آتیش بیاد بیرون. یه دونه میخ و یه دونه چکش میاریم و میافتیم به جونش. اینجوری یه چند تا سوراخ هم وسطش میزنیم، ولی این سوراخ ها با بغلی ها فرق میکنه. بغلی توشون آتیش میزنه بیرون، ولی از این وسطیه باید الکل بریزیم توش تا بتونه کار کنه. حالا پیکنیک کوچولو ما درست شد و تنها کاری که باید بکنیم اینه که از اینجا الکل بریزیم توش. یه کمی از این الکلایی که مال دسته بریزیم، انشالله که هیچیمون نمیشه. اوه چه بوی. یه دونه سکه می‌ندازیم این وسط که فقط از اینجاهاش آتیش بزنه بیرون. چون این پیکنیک ما الکلیه، باید قبل از اینکه استفاده بشه یه ذره حرارتش بدیم. اینم خود گازش تموم شد. وقتی که داغ بشه دیگه خودش راه میفته، فقط اولش باید یه ذره گرمش کنیم. قبل از اینکه بریم این گوگلی رو تستش کنیم، اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما اون رو لایکش کنید و کانال هم سابسکرایب کنید. بریم تستش کنیم ببینیم زنده میزنمون یا نه. روشن شد. نمیدونم توی دوربین معلومه یا نه، ولی روشن شد. عجب پیکنیکی شد. حالا که این روشنه، من میگم بیاید باش یه نیمرو هم درست کنیم. خداییش حال میده باش یه نیمرو بزنیم. به مقدار لازم روغن میریزیم، تخم مرغمونم همین وسط میشکنیم. داره درست میشه. این زردش هم اگه دوست داشتید میتونید اینجوری یه ذره بتیفانید تا رخ کار خوشگل‌تر بشه. یه سرم به گازمون بزنیم ببینیم روشنه. بله اینم روشنه. من یه ذره به این نمک بزنم و شما برید به خاطر این املت خوشمزه‌ای که درست کردم این ویدیو رو لایکش کنید. تا ویدیو بعدی قربان. پشمام نزدیک بود فرش آتیش بزنم. تا ویدیو بعدی قربان شما، خداحافظ.